بسم الله الرحمن الرحیم. درس 50 توحید در عبادات زبانی. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستای عزیز، خواهرای گرانقدر، برادران عزیز، عبادات زبانی طبعا عبادات هایی را میگه که به زبان تعلق میگیره و علما در تعریف از این میگه هو ما یجب ان یتکلم به المرء فی عباداته بلسانه. میگه او عبادت هایی است که واجب است که یک انسان به او تکلم بکنه در عباداتش بلسانه، توسط زبانش. اقسام عبادت های زبانی بسیار زیاد است، مثل نطق کردن به کلمه توحید، آموختن و آموختاندن، تعلیم، امر بالمعروف، تلاوت قرآن، اذکار، شکر، استغفار، امر بالمعروف و نهی المنکر. اینا کل از اینا در عبادات داخل میشن، در عبادات زبانی داخل میشن. ولی ما و شما این عبادت های زبانی را میخوانیم که برای ما و شما در مسائل اعتقادی بسیار مهم است. اول قسم عبادات زبانی توحید در حمد و ثنا هست. مثلا حمد چی را میگن؟ حمد به معنای ثنا گفتن هست و در اصطلاح عبادات توحیدی ذکر المحمود به صفات الکمال محبتا و تعظیما. یعنی میگه یاد کردن آن ذاتی که شما او را حمد میکنین با صفات کمال، با اساس محبتی که به او داریم و تعظیمی که برای او داریم. پس ما و شما الله سبحانه و تعالی را حمدش میگیم به خاطری که با الله محبت داریم و او را تعظیم میکنیم. دلیلش از قرآن عظیم شان چی است؟ در قرآن عظیم شان ما و شما در آیت 2 سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، اینجا حمد است و ثنا و صفت است خاص برای کی؟ به الله که رب العالمین است، که رب العالمین است. اینال تمام صفات کمالی که به جلال و عظمت الله شایسته هست، این به الله سبحانه و تعالی نسبت دادنش این حمد الله گفته میشه. یعنی وقتی که میگیم الحمدلله، یعنی تمام صفات و افعال کمالی که به جلال و عظمت الله شایسته هست، این مخصوص الله هست به خاطر که رب العالمین است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیثشان میگه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به نماز تهجد میخستن، با زرشات میگفتن اللهم لك الحمد، یا الله حمد مخصوص تو است، انت قیم السماوات والارض ومن فیهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن. پس بر الله سبحانه و تعالی حمد میفرستاد، یا الله بر تو حمد است، انت قیم السماوات والارض، تو ذات هستی که استاد کننده آسمان ها و زمین و آنچه که در اینا هست. ولک الحمد، و یا الله بر تو حمد است، لک ملک السماوات والارض و من فیهن، یا ایره که تو خلق کردی، اینا رو تو خلق کردی، پس مالکیت آسمان ها و زمین و آنچه در آسمان و زمین است و بالای از اینا حکم کردن کلش مخصوص تو است. ولک الحمد، های الله بر تو حمد است. چرا؟ انت نور السماوات والارض و من فیهن، که تو روشن کننده آسمان ها و زمین و آنچه که در آسمان ها و زمین است. دلیلش از اقوال علمای اسلام چی است؟ عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه برای کسی گفت که چگونه صبح کردی؟ کیف اصبحت؟ و شخص گفت که الله سبحانه و تعالی را حمد کردم. عمر رضی الله تعالی عنه گفت من امیر میخواستم که انسان مسلمان وقتی که صبح میکنه به حمد و ثنا و صفت الله صبح بکنه. بکر ابن عبدالله مزنی رحمه الله یک جوالی را دید، یک جوالی که حمل میکرد متاع را دید که جوالی میگه که الحمدلله استغفر الله. اینجا عمر رضی الله تعالی عنه گفت که والله این جوالی که از نسبت به من فقیه و دانا هست،
یعنی این جوالی که حمد الله را میگه و استغفار به الله میکنه از مکده فهمیده تر است. چرا؟ انسانی که فهمی بسیار قوی داره او به الله سبحانه و تعالی حمد و ثنا و صفت میفرسته. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله در مورد حمد میگفت هو الاخبار عن الله بصفات کماله مع محبته و رضا به. میگه حمد چی هست؟ خبر دادن است از الله به صفات کمالش به امرای محبت و رضایت به آن. عالم دیگه میگه که فهو یستحق الحمد، میگه الله سبحانه و تعالی مستحق حمد است، لذاتی به ذاتش مستحق حمد است، چرا ذاتی دارای جلال و عظمت است. ولی اوصافه، الله سبحانه و تعالی ذات با عظمت است، مستحق حمد است به خاطر که صفات بسیار عالی داره. ولی افعاله، و الله سبحانه و تعالی مستحق حمد است به خاطر افعال بسیار عالی داره. ولی خلقه، و الله سبحانه و تعالی مستحق حمد است به خاطر خلق نمودن مخلوقات بسیار زیاد و با تمام کیفیت ها و کمیت های زیاد و کیفیت بسیار عالی. و حمد مخصوص الله هست و لجزائه به خاطر که الله سبحانه و تعالی پاداش میده. دومی قسم از عبادات زبانی ذکر است. ذکر چی هسته؟ ذکر هو تذكره في استحضار جلاله وعظمته وقدرته وكل ما له سبحانه وتعالى من صفات الجلال والكمال. یعنی یاد کردن الله سبحانه و تعالی به اینکه انسان وقتی که الله را یاد میکنه او را به شکل یاد میکنه که در ذهن خود و در قلب خود و در فکر خود جلال الله و عظمت الله را و قدرت الله را و صفات جلال و کمال الله سبحانه و تعالی را اینا را کلش در ذهن خود می داشته باشه که الله اکبر، الله بزرگ است، لا اله الا الله، این ذکر است. پس ذکر توحیدی نال شامل چی میشه؟ وقتی ما قرآن از مشان تلاوت میکنیم این هم در ذکر الله شامل میشه. نامهای الله را وقتی که ذکر میکنیم که مثلا ما و شما میگیم که سبحان الله و مثلا میگیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. پس هر نام از نامهای الله را که ما و شما میگیریم این کلش در حقیقت چی هسته؟ در حقیقت این کل از اینا چی را بر ما ذکر الله هست. لا اله الا گفتن، تکبیر گفتن، الله اکبر گفتن، لا حول ولا قوت الا بالله گفتن، استغفار استغفر الله گفتن، دعا و استغاثه، اینا کلشان در ذکر الله سبحانه و تعالی داخل میشن. دلیل ذکر چی هست که ذکر عبادت است؟ چون الله امر کرده که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنان شما الله را ذکر بکنین، ذکرا کثیرا بسیار الله را یاد بکنین. از خواب که میخیزین به ذکر الله باشین، وقتی که مثلا به خواب میرین به ذکر الله باید ذکر شو. اذکار ما داریم، اذکاری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بر ما تعلیم داده. از خواب بخیزیم چه قسم الله را ذکر بکنیم، وقتی که بعد از نماز صبح تا آفتاب چه قسم ذکر الله را بکنیم. اذکار صبح میگن اذکاری هستن. و مثلا وقتی غذا میخوریم کدام اذکار را بکنیم، وقتی که در نماز هستیم در رکوع کدام اذکار را میکنیم، در سجده کدام اذکار را میکنیم، در اتحیات کدام اذکار را میکنیم، در دیگر کدام اذکار را میکنیم، در بازار کدام اذکار میشه. اینمی کل اذکار هست که الله متعال میگه که اذکر الله ذکرا کثیرا، بسیار ذکر زیاد بکنیم. و الله متعال میگه فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنین و ما هم شما را یاد میکنم. هر کسی که الله را ذکر میکنه، یاد الله را میکنه، با جلالش، با عظمتش، با ادب ذکر، تضرعا و خفیه، که چه قسم که الله سبحانه و تعالی را با بسیار تضرع و به شکل مخفی آرام میفهمه که الله ذات با عظمت است که حتی قلب ما که در قلب ما ذکر الله باشه الله میفهمه. وقتی در زبان بگم الله متعال میفهمه، ضرور نیست که من چیغ بزنم یا صدا بکنم، بلکه الله ذات سمیع العلیم. الله متعال میگه شما ما را یاد کنین، ما هم شما را یاد میکنم. ما وقتی که الله را یاد بکنیم الله ما و شما را در عالم بالا با ملائکه خود یاد میکنم.
و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در حدیث قدسی، میگه یقول الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی میگه انا عند ظن عبدی بی، ما مطابق عقیده بنده خود به خود امو قسم به امرای ازو عمل میکنم. اگر یک انسان عقیده قوی داشته باشه که الله رحمان است و رحیم است و غفار است و غفور است و مرا میبخشه و من اگر هر قدر گناه کردم اشتباه کردم امید دارم که الله مرا ببخشه و او صفات بسیار عالی دارم، پس الله متعال میگه من به مطابق عقیده خود بنده خود هستم. و انا معه اذا ذکرنی، و من به همراه بنده خود هستم وقتی که مرا یاد کنه. سبحان الله. وقتی انسان میخواد که ذات با جلال و عظمت به همراه انسان باشه، حفظش بکنه، این چه وقت میباشه؟ وقتی که این بنده خالق متعال چی میکنه؟ الله سبحانه و تعالی را ذکر میکنه. و انا معه اذا ذکرنی، میگه من همراه بنده خود هستم وقتی که مرا یاد میکنه. فان ذکرنی فی نفسه، اگر امی بنده من این در نفس خود در داخل ذکر مرا کرد، ذکرته فی نفسی، من هم در نفس خود او را ذکر میکنم. پس نفس انسان کس نفس مخلوق است، نفس الله به جلال و عظمت الله شایسته است. و الله متعال میگه من هم او را یاد میکنم. و این ذکرنی فی ملأ، اگر امی بنده من مرا یاد کنه در بین ملأ، یعنی در بین مردمای زیاد یاد میکنه، ذکرته فی ملأ خیر منهم، میگه من او را یاد میکنم در یک جای کسایی که از اونا که در بهترتر هستن، یعنی ملائکه بزرگ پیش از اونا. وقتی که الله متعال نام انسان میگیره، سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و ان تقرب الی بشبر تقربت الیه ذراعا، الله متعال میگه اگر یک بنده ما به من خدا نزدیک میسازه با طاعت و با عبادت و با ذکر، به اندازه یک شبر، یک بلس، میگه من به اندازه یک ذراع، به اندازه یک ذراع اینقدر میگه بلس دیره میگن و اینه تا این قسمت دست کسی رو با ذراع میگن. میگه ما به اندازه و ان تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا، میگه اگر ای به ما به اندازه ذراع خدا نزدیک کنم، ما به اون به اندازه یک با، یعنی فاصله باز کردن دو دست ایره با، یعنی هر قدر که بنده خواسته باشه به الله خدا نزدیک بسازه، الله متعال به مو اندازه با چی را میگه؟ مثلا دست که تقی قدر باز میکنه از اینجا تا به اینجا کل ایره با میگه. یعنی الله متعال میگه که اگر هر قدر بنده یعنی کم برای من خدا نزدیک کنه، الله متعال زیاد ذات با جلال و عظمت و ذات مهربان به بنده خود میگه من خدا نزدیک میسازم. چه قسم نزدیکی که به جلال و عظمت از او شایسته هست و این بنده را ما و شما همیشه فکر ما باشه که نزدیکی ما با نزدیکی الله را با نزدیکی مخلوق مقایسه نکنیم. لیس کمثله شیء، اگر تشبیه بکنی اینجا باز چی میشه؟ باز اینجا انسان در شرک واقع میشه. الله نزدیک میشه با بنده خود با علمش، با سمعش، با بصرش، با قدرتش. هر قدر که انسان الله را یاد میکنه به مو اندازه الله به او نزدیک میشه و برزی قریب میشه، این مقام و منزلت میده. و این اتانی یمشی، اگر میگه این بنده من با در راه رفتن مثلا عادی راه میره به من خدا نزدیک میسازن، میگه اتیتو هرولتن، الله متعال میگه هروله چی میگه؟ که انسان هروله انسان است که تیز میگه با جلال عظمت الله چی است، یعنی الله متعال میگه من تیز به پس بر از او خودم میرسانم. یعنی الله متعال بر انسان نزدیک میشه با علم خود و با قدرت خود و با رحمت خود و با حفظ خود. این بنده خود حفظ میکنه و اثر از بنده خود رحمت خود نازل میکنه. این منفعت چی از ذکر است. امام بخاری رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه ابو موسی اشعری رضی الله عنه گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، یعنی مثال کسی که الله را یاد میکنه، رب خدا یاد میکنه، و مثال کسی که یاد نمیکنه، این دو شخص میگه چی تفاوت دارن؟ میگه پیش الله مثل مرده و زنده هست. یعنی انسان که ذکر الله را میکنه این زنده هست و اون کسی که ذکر الله را نمیکنه پیش مثل یک مرده هست پیش الله. و امام ترمذی رحمه الله روایت میکنه که رسول الله از انس رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن
من صلى الغداة في جماعه، کسی که نماز صبح در جماعت خواند، ثم قعد، بعد از اون نشست نمی جایی که جماعت میخونه، یذکر الله حتی تطلع الشمس، ذکر الله را میکنن تا که آفتاب طلوع بکنن. ثم صلى ركعتين، باز 2 رکعت نماز میخونه، كانت له كاجر حجة و عمره، اینه میگه بر از تو اجر داده میشه مثل حج و عمره. سبحان الله. و باز داخلش رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ تامتا تامه. تو تصور نکنید که حج ناقص یا عمره ناقص، حج کامل و عمره کامل. خب یک نفر چقدر پیسه مصرف میکنه و یک نفر میگه من فقیر هستم پیسه ندارم که به حج برم. الله متعال ذات با عظمت است که بر از این حج و عمره را برش اینجا هم آماده کرده کامل. علمای اسلام درباره ذکر چی میگه؟ معاذ بن جبل صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ما عمل العبد عملا انجى له من عذاب الله من ذکر الله عز وجل. میگه هیچ بنده یک عمل نمیکنه که بر از او بسیار او را نجات بده از عذاب الله نسبت به ذکر الله. یعنی ذکر الله هست که انسان از عذاب الله نجات میده. و کعب بن مالک چی میگه؟ من اکثر ذکر الله برأ من النفاق. هر کسی که زیاد یاد الله را بکنه الله او را نجات میده، براءت میده از چی؟ از نفاق. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه که ذکر بر قلب مانند آب بر ماهی هست. ماهی که در عذاب کشیدش میموره، قلب انسان میگه وقتی که ذکر الله نبود این قلب میموره. پس چگونه باشد حالت ماهی وقتی که آب موجود نباشه؟ چقدر علما کلمات خوبش میگن. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله چی میگن؟ میگه ذکر دروازه هست، سرک و راه قوی محبت است. وقتی که تو ذکر الله را میکنی دروازه رحمت الله بر تو باز میشه و سرک و راه قوی مثل راه بر تو بر محبت الله پیدا شد. هر قدر انسان الله را زیاد ذکر بکنه و البته تو ذکری که در او ادب باشه و ذکری که معنای ذکر خدا بفهمی. وقتی که میگی که لا اله الا الله ذکر میکنی که نیست هیچ معبود مستحق ازی که ذاتش عبادت شود و نیست هیچ معبود مستحق ازی که اطاعت شود از احکامش الا الله، بغیر از الله. این قسم ذکر الله را میکنی دیگه به این اندازه بازی ذکر برای انسان چی میکنه؟ منفعت میرسانه. مثل که برای ماهی را در آب بگذاری، برای قلب انسان این ذکر اقدر فایده میرسانه و برای انسان محبت قلبی و چیزا را حاصل میکنه.